امروز قراره که بچه بریم بتل و ببینیم هر کی کمترین کی رو بزنه اون مجازات میشه. پس بریم واسه این ببینیم که با کی داریم پلی میدیم و معرفی خودم و ببینیم که این میکروفون ها واقعا صدا رو میدن یا صدا رو نمیدن. بچه خب بچه بریم واسه استارت مچ و معرفی خودمون. سلام برو بچه کی میگستم دار شما که جدید دیگه هم نکنید. این قراره که بریم داخل بتل و ببینیم که چند نفر رو میتونم بزنم و به علاوه مجازات هر کی کمترین کیلو بزنه اون مجازات میشه و هر کی بیشترین کیلو بزنه اون به مجازات رو میگه که اون مجازات رو انجام بده. و حتما ویدیو لایک کامنت سابسکرایب نره که جنب چیز معرفی کنید و کارتون منو حمایت میکنید و خیلی خوشحالم میکنید. Let's go. اینم کینگ دومه و یه کینگ سومم هست. من فقط اسکوادم یه دونه کینگ ناقص داره که اگر شما هم میخواید کینگ مود سوم باشید حتما بیاید و تو کامنت ها اعلام کنید و من بهتون پیام میدم. 100% کامنت ها رو میخونم و جوابتون کامنت ها میدم. بس بریم سراغ استارت مچ. Let's go. خوبی بچه دو تا خبر دارم. یه دونه خبر بد یه دونه خبر خوب. خبر بد اینه که جمعمو یک کار داشتم که داخل اینستا گذاشتم به پیج اینستام اینجا میاد. اگر دوست داشتید حتما برید اونجا و هم در اونجا هم منو حمایت کنید و پیج یوتیوب هم که داخل حتما داخل توضیحات هست برید از اونجا هم پیج یوتیوب هم بردارید و حتما در اونجا هم حمایت کنید. این 3 ساعت مچ دیگه زیاد حرف نمیزنم. بعد لایک و کامنت ثابت نره که جای چی معرفی کنید. Let's go. خیلی گفتم let's go. بریم علی. یالا بریم. بچه ها تازه حواسم نبود چیز شد 4-4 استار شد. گفتم که این ویدیو رو هم حساب کنیم. تراگونی هم نگاه تراگونی میخوام فقط تراگونی هست دیگه. فقط ای چندش ای چندش گندش بزنم. علی مواظب باش بچه ها. منظورم واسه هر کی کمتر کیل بزنه یا بیشتر کیل بزنه منظورم این نیست که کیل دزدی کنیم یا وقتی یکی مرد کاورش ندیم. کلا با هم دوستیم. فقط هر کی بیشتر کیل زد و اون کمترین کیل زد اون مجازات میشه و مجازات رو حتما واسهتون تو همین ویدیو واسهتون میذارم. مجازات اگر بیفته واسم تو مجازات بشی علی بدبختی به خدا بدبخت. انشالله من بیشتر میزنم تو رو تا توان داری علی بزن. علی گرفتی چیز ویدیو بابا کی دوست شمارته منو زد علی منو زد علی ریب بده علی بس که بدبختی منو زدم زنده شد. آرکوسی شما هم میبینید. خوبه علی دمت گرم. خوب شد که موضوع ویدیو فهمیدی. میخوام بچه ها هم واسهتون بویاپس رو بگیرم با کمترین جم و هم میخوام واسه سیزن ناروتو اگر بیاد جمع کنم هم هفتگیمو هم ماهانمو کلان جمع کنم و جمامو سر اون صرف کنم. اگر میخواید محمد تا تو به زدی 3 تومن الان مساوی است. ای علی خیلی شانس داری علی. بچه خبر خوب اینجاست که من 4مین کیلم هم زدم و علی هنوز در حال محمد توی پیک 2 تینمی هست. من 4می هم زدم. بس بری واسه 5می. بچه آینم 5می. آفرین کینگ فقط کینگ. علی 5می ها زدم من. ماشینا بیار اینجا. بچه ها حتما حمایت کنید. لایک و کامنت ثابت نره که جمعتون معرفی کنید.
علی ریکاوری، علی کاور بده، علی کاور بده. متاسفانه بازم مردم بچه ها، متاسفانه بازم مردم. فقط بذار با چالش بگیر. خدای علی فقط واسه چالش و ایناست، دوست خوبی هم هست، خیلی بچه خوبی هم، خیلی بزرگه. پنجمی هم شمه سن علی بیا اینم بیا با چندمین کیلته علی؟ با یخ شکم محمد، یخ شکم بگو. علی چندمین کیلته؟ پنجمی. خوبه پس برنده از الان مشخص شده. کیه برنده؟ منم. تو برنده ای دیگه. علی معلوم نیست، من برندم دیگه. معلومه. حتما دیگه من برندم علی. این خواه چالش رو ادامه بدی علی. همشون رفتن قایم شدن، گفتن علی داره میاد قایم بشی. علی نمیخواد ادامه چالش رو بدی، برو بک بده دیگه، معلومه کی برنده است. میگم دیگه تو برنده هستی. ای منو با شاتگان میزنه، برنده هستی، تو برنده هستی. ریف تو رو قرآن علی ریف. ماشالله علی، ماشالله. علی فقط باید بشنه. ماشالله علی. علی واقعا بازیت عالیه، ریکاوریت عالیه، کاورت ای سنسم دیده شد. اشکال نداره بچه، من زمان میخواستم سنسمو بزنم ولی الان دیگه که دیدم وسط بازی زاشتم سنسم. بچه شما دیدید من چیکار کردم؟ شما 100% دیدید من چیکار کردم؟ علی باید برم توی زوم، منو ببر. علی ریف محمد ببین کجا میرم بعد. علی ریف علی سلام دوستان انمی، منو ببخشید که اومدم دوستم رو علی سری ای جانم ساکی، ای جان ساکی، کاش دوستر می اومدم. بچه ها بدبخت شدم، رفت دیگه بچه. بازنده ویدیو معلوم شد که کیه؟ بعدش هم بعد دم علی هم گرم، خیلی ریوم داد. علی بیا پایین، علی خیلی نامردی علی خون پر کن، علی خون پر کن. اینا 2 نفرن؟ آره محمد مجازاتت چیه علی؟ علی مجازاتو بگو. یه مجازات بگم؟ آره. گریه نکنی. نه گریه نمیکنم. همه اعتمادو میدی به من. نه علی بگو، مثلا سرتو بکوب به دیوار، خیلی چیزا هست مجازات، رو تو خودت آب بریز. این مجازات. برو اگه سرما شد آب یخو بر میداری، میری تو حیات میریزه تو سرت. بچه ها این که خیلی بده، میخوام پارت دومه، مثلا پارت دوم شد و بذار من خودکارم آوردم، هم دفترم آوردم، میخوام بنویسم واسه روز بعد. علی مجازات چی بود؟ مجازات علی هر کی کیل دزدی کرد 4 مجازات باید عاقبت روی مریضی تو سرما دیگه صبح سرده.
مجازات اول محمد من چالش رو به جات انجام میدم. محسنم اومد، اینم چالش اولی. نگاه بچه ها، دوباره ویدیو توضیح میدم و دوباره میریم واسه مچ دوم. بچه ها بازی و چالش رو بهشون توضیح دادم، بعد فهمیدن که چیه، چون توضیح دادم که بریم واسه تو بازی و اینا بهتون چیز میدم، بهتون توضیح میدم. محمد دیدم دهن تا کیل، نه محسن 5 تا کیل، علی 6 تا کیل، من 3 تا کیل زدم. خب محسن به من چالش میده، مجازات میده، بعد علی به بقیه. که همین بچه ها، ببخشید خیلی حرف زدم، شاید هم یکم خیلی سریع حرف میزنم، بعد خیلی چالشم هیجانیه، یکم استرس هم زیاده، بعدم باگ صدا خورده نمیتونیم حرف بزنیم. بعد بچه ها اینم چالشم قبول، این بچه ها الحمدلله که بچه ها قبول کردن که این ویدیو، این مچ بعدی که اکرامون گادفادر بود قبول نکردن و اینم خیلی خوبه، چون که اگر خوب قبول نمیکردن محسن دمیجش 89 بود، ما 0 دمیجمون بود با 0 تا کیل. یعنی اون اگر میخواست دمیج حساب میکنیم. بچه اگر مثلا من 1 کیل زدم، محسن 1 کیل زد، بعد علی هم 1 کیل زد، اون وقتیه که ما به دمیج حساب میکنیم. اگر مثلا هممون 0 داده حتما واسه مجازاته. محمد بپر دیگه. کی رفت؟ کی چیز کرد؟ تک کرد؟ منم تک میکنم، پیک نمیرم. 1 کیل 2 کیل. محمد تو کیل زد؟ اینم سومی. محمد تو کیل زد و مرد. من زنده. نرو اینجا علی نرو. بچه من 3 تا کیل زدم و باز هنوزم زندم، شما هم دارید میبینید. ولی اونا بریم واسه کیل چندم بچه ها. کیل 4 پشت تو. کیل 4 برو ریف بده محمد الان و اینا کیل بگیر. اینم 3 تا محمد تو رو میخواد باید همینجوری بمیره تا من بده. آره مجازات من میدم بچه ها. من بعد محسن اوکی من دوتاشو مجازات میکنم. بعد عالی شد بچه ها، عالی شد. علی 2 تا مجازات میخوره. مجازات رو بهتون بگم. مجازات من علی نرفت ریف بده تو. مجازات عجب چیزی شدن. مجازات من به علی اینه که باید 5 دقیقه بره زیر آب سرد. بعد مجازات من بعد محسن یکم ساکت. بعد مجازات من به محسن اینه که باید 2 دقیقه بره زیر آب گرم. بعد مجازات محسن به علی، این دیگه خیلی بده. مجازات محسن به علی خیلی بده. باید مجازات محسن به علی باید از ساعت 2 تا 3 شب توی حیات خانه سانسور کنیم. همین بچه باید واسه استارت مچ چندم بچه ها؟ بس چندمه؟ مچ 4 یا 3 آدم هست و همه بچه هایی که ویدیو زیاد میبینن، فیلم های زیاد میبینن. بچه ها همینجور که تو اینستا میبینید ویدیوی اسکوید گیم 2 منتشر شده و خیلی بازیش هم خوبه. من بهتون 3 روز تمومش کردم. تو 3 روز تموم کردم. با شبارک مثلا با شبارک نمیشه برم؟ با شبارک قبوله. چرا بدم بذارم بهتون اینم بگم. بذار اینو بهتون بگم. خیلی چالش های خوبی گذاشتم که دکمه چی نمیزنه بچه ها. عجب چیزی شد بچه ها. عجب چیزی شد. محمد ریف بدید که محمد ریف مدنه مثل تازه میمیری فقط میخواد چیز بگیر. موسیقی الان که دست من نیست، الان خودشون راش دادن دیگه. ببین بچه گفتم من از همون اول چالشو بهشون گفتم، اونا هم قبول کردن. من حق ندارم که یه دونه فقط ببینید کار میکنن. محسن آره اگه بمیری. آره دیگه اگر بمیری. خدا یه دونه میگم ای خدا. یا خودتونه بچه دوربین مرد دیگه. فاتحه‌شو بخونه از اول الان ها.
خب بچه بابا گوش ولی بابا الان این دوربین هم افتاد بعد اینا هم میخواستم لیف بدم بی خدا نزنید ماشاءالله علی یه تیرم بهش نمیخوره علی ریدم دارم شادی شد میخوام علی میگه میخوام بهتون یه چالش بدم که ما هم باید وظیفه‌مون رو قبول کنیم بچه گریه‌تون بیاد ولی میدونم که گریه‌مون نمیاد ببین چالش رو چیکار میکنم ای خدا تو رو قرآن بذار برام هیچ دمیجی ندارم باوود زد هتمو وود پکر رو میذارید واسم یا بکنم میره با این سرعت رو به کی نگام علی فشاری ها بذار اگر کیل دیدی بزن ازش ها اگر چیز بذاره مجازاتمون رو بگیره واقعا گریه‌مون من میدونم علی چیه بیلوخ علی بیلوخ الان میمیری بمیری بهت بدم اسکو اومد پیشت ما نه بیا منو ری بده فرار کرد این زاد محمد این کی رو بذار بیا محمد دارم میگم کینگ چیکار میکن من 2 کیل علی هم 2 کیل منم بیشتر از علی کیل دارم دمیجم بیشتر از علیه چرا؟ دمیجم بیشتر از توی علی برام بیا بخور از ما پشتی کاری میکنی علی بچه ها اینقدر کیل دوزی نکنید دیگه گفتم بهتون کیل دوزی کنید ولی نه اینقدر دیگه اینقدر شوریم کنید محمد ریدی بس آیا کیل اونم دزدیدن محسن کیلمو دزدیدن آه 2 کیل منم زدم علی به خدا نیای علی بیا علی ماشاءالله الحمدلله احساس شدم مجازات خیلی خوبی شد مجازات میگم محمد من گوچه رو شب انجام میدم چون همه خوابم بچه ها نگاه کنید مجازات علی به من یعنی کینگ باید 2 تا تخم مرغ بکوبم تو سرم که باید بشکنن کلا بشکنن رو سرم بعد مجازات علی به محسن بره 1 ربع ساعت صبح زود بره یخ بذاره توی شلوارش و پیرهنش یعنی و مجازات خودم به محسن اینه که یکم ساکت شید مجازات من به محسن اینه که 3 تا گوجه رو روی صورتش له کنه و بره توی خیابان و بگه من بچه سر راهیم اینا باید ساعت 2 انجام بده 2 شب 2 صبح نه ظهر انجام بده صبح 2 نصف شب یا انجام بده اونم چی؟ ساعت چند؟ 2 ظهر ظهر خوبه خب بچه ها بریم لطفا منتظر چالش پارت دوم باشید و بدرود و سلامت باشید خدا نگهدار